کسانی که پرسونال نامبر 3 رو در سال 2024 دارن، به نظر میرسه سال 2024 صحنه نمایش خوبی برای اونها هست، چرا که قدرت خلاقیت رو براشون به بالاترین حد ممکن میرسونه. میتونن در واقع از انرژی های خلاقانه برای پرورش در واقع هرچه بیشتر زیبایی ها و شادی در زندگیشون کمک بگیرن. از درون و شهود خودشون بسیار میتونن کمک بگیرن، میتونن ببینن که در واقع چه چیزهایی براشون اولویت داره یا زیباتر هست توی زندگی برای اونها، چه چیزی روحشون رو تغذیه میکنه و باعث شادیشون میشه. از قدرت تخیل و خلاقیت خودشون برای در واقع پیاده سازی اون زندگی که همیشه به دنبالش بودن باید استفاده کنن، به جای تمرکز بر روی در واقع مسائل و اموری که میتونه سطح انرژیشون و انگیزه هاشون رو کاهش بده. بهتره که روی اون چیزی که ماهیت اصلیشون رو تعریف میکنه فوکوس داشته باشن، بذرهای عشق بکارن، سپاسگزار آن چیزهایی باشن که هرچند اندک در زندگی دارن و خدا به اونها عطا کرده و به واسطه اونها کار درست رو انجام بدن. به نظر میرسه سال 2024 سال پرورش خیلی چیزها برای اعداد 3 هست و یکی از اونها انرژی اجتماعی هست. پس احتمال اینکه زنجیره و چرخه اجتماعیشون گسترش پیدا بکنه، با افراد بیشتری که حس بهتری بهشون میدن، ارتعاش بالاتری دارن، نشست و برخاست پیدا بکنن بیشتر خواهد بود. خلاقیت این افراد در سال 2024 با قدرت کامل باید ابراز بشه. اگر در واقع در خودشون یک مروری بکنن، ببینن بیشتر دوست دارن چه فعالیت‌های خلاقانه‌ای داشته باشن، خیلی مناسب هست و در واقع زمان عالی هست برای اینکه خلاقیت خودشون رو گسترش بدن. اگه اهل نوشتن، اگه اهل این هستن که آواز بخونن، بازیگری بکنن، نقاشی بکنن، هر کار هنری، هر کار خلاقانه ای رو میتونن استارت بزنن یا گسترشش بدن و سودآوری داشته باشه براشون. خیلی مهم هست که در سال 2024 شما احساسات خودتون رو به اشتراک بگذارید. اون چیزی رو که در مورد دیگران احساس میکنید در واقع باهاشون به اشتراک بگذارید. اگر جایی ایرادی هست دنبال راه حل باشید به همین واسطه، قبل از اینکه در واقع این احساسات رو هم با دیگران به اشتراک بگذارید. بهتره که به دنبال راه و روش و حتی کلمات بسیار مناسبی برای جلوگیری از تضاد و سوء تفاهم بیشتر باشید. اما اینکه بخواید سکوت کنید و همه چیز رو در خودتون نگه دارید اصلاً مناسب نیست. پس بهتره که هر اون چیزی رو که حس می‌کنید به اشتراک بگذارید، اما به نحو صحیح. برای برخی از افرادی که پرسونال نامبر 3 رو دارن، برخی از پیوندهایی که از 2 سال پیش شروع شده یا گسترش بهتری یا پیشرفت بهتری خواهد داشت، یا اینکه اگر به جایی به نقطه در واقع ددلاینی رسیده احتمال دوباره ظاهر شدنشون وجود داره و میتونه مثل یک فرصتی باشه که در واقع یا برای همیشه به پایان برسه، اون هم به دلیل کارما، یا اینکه در واقع شرایط اصلاح و پیشرونده باشه. به هر روی کلن فرصته انگار دوباره برای انجام خیلی از امور در سال 2024 در اختیار شما قرار داده میشه. مخصوصا در بعد عاطفی هر چیزی که از 2 سال یا حتی 4 سال پیش حل و فصل نشدن دیگه باید به مرحله حل و فصل برسه، چرا که نباید بگذاریم مشکلات همچنان پا بر جا بمونه. مثل این میمونه، ببینید برخی از ما مثلا یک انباری داریم که هر وسیله‌ای رو حالا احساس میکنیم الان دم دستمون دیگه نیاز نداریم بهش، میندازیم اون تو، ولی هیچ کاری هم براش انجام نمیدیم، نه پاکسازیش میکنیم، نه از شرش خلاص میشیم. درسته پولش رو دادیم، درسته براش زحمت کشیدیم، اونجا هم مکان ماست، انباریه و در واقع به خودمون اختصاص داره. اما پاکسازی و رها شدن از چیزهای کهنه و خانه تکانی در واقع از لازمه های زندگی هست. پس باید سعی بکنیم با حذف خیلی از عوامل بتونیم قدرت و یارایی پیش رفتن داشته باشیم.
کلا سال 2024 سال دیپلماسی برای شما خواهد بود که امیدوارم از اون بهترین نتیجه رو بگیرید. ببینید برای کسانی که پرسونال نامبر 4 رو دارن، سال 2024 در واقع دیگه گذر کردن از اون انرژی خلاقانه سال قبلش و باید الان یک سری از زوایا و پایه های زندگیشون رو محکم‌تر بکنن. باید یک سر و سامانی به برخی جزئیات زندگیشون بدن. امکان داره یک سری دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در سال 2024 در مورد مادیات، زمین، املاک، خانواده، مسائل مالی و فعالیت‌های روزمره برای این افراد وجود داشته باشه. 4 کلن عدد در واقع 4 گوش هست، چیزی که به خانه و چیزهای 4 گوش، محل کار، همه اینها ربط پیدا میکنه. تغییرات چشمگیر رو در همین زمینه ها و اتفاقات جدید رو در همین زمینه ها تجربه خواهید کرد که باید اونها رو از قبل سازماندهی براشون داشته باشید، نظم و ترتیبی بدید. شاید نیاز باشه بیشتر به در واقع حتی دکوراسیون منزل خودتون و ترتیب خیلی چیزها، حتی به رژیم غذایی و عادات روزمره‌تون در واقع ترتیب اثری بدید. میتونید از یک 4 چوب و 4 گوش در واقع یک محل اینجوری برای کسب درآمد خودتون بهره بگیرید. قراردادهای جدیدی تنظیم بشه برای حالا خرید و فروش های کوچک و بزرگ، سرمایه گذاری، خود اشتغالی و کارآفرینی. اما همه اینها باید براش برنامه ریزی و سازماندهی صورت بگیره، باید منظم و دقیق پیش بره، هزینه هاش محاسبه بشه، همچنین در بهترین زمان ممکن و با مشاوره صحیح صورت بگیره. بدن فیزیکی شما هم نیاز به توجه بیشتری داره، چرا که ذهنتون خیلی در واقع پرکار خواهد بود. پس به استراحت هم ذهنی هم جسمی نیاز دارید که در واقع شما رو در بک‌گراند قرار نده کسالت ها. شاید سال 2024 حتی این اگر مسیر رو درست بگید احساس کنید در هر لحظهش احساس قوی تر بودن دارید میکنید، احساس ایمن تر بودن خواهید کرد. میتونه اوقات خیلی مفیدی رو برای شما با خانواده یا حتی اگر تشکیل خانواده میخواید بدید فراهم بکنه و خوشحالی رو در بطن خانواده برای شما بیشتر و بیشتر و پررنگتر بکنه. انگار سالیه که باید پایه و اساس همه چیز در واقع پیریزی و در واقع دگرگون بشه. هر چیزی که میتونه مانع موفقیت شما برای آینده باشه رو باید ارزیابی و حذف بکنید، رها بکنید. کلا وقت آستین بالا زدن هست. باید ابتکار عمل رو به دست بگیرید. تصمیمات رو بر اساس در واقع امیال خودتون بیشتر بگیرید. همونطور که گفتم به سلامتیتون توجه نشون بدید. خورد و خوراک و خواب کافی داشته باشید. چرا که در سال 2024 بدن شما مثل وسیله نقلیه شماست که باید بهش توجه بهتری نشون بدید که بتونه شما رو به مکان امنتون برسونه.